تربیه اولاد از هر جهت سالم خاصه صاحب معنویت و صاحب معرفت یکی از مهمترین مسئله های جامعه امروز به شمار می رود، زیرا آینده مملکت به نسل امروز وابستگی قوی دارد. برای تربیه اولاد صاحب معنویت باشد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه مهم است. قرار پرزیدنت مملکت درباره چاره و تدبیرها عاید تکمیل دادن فعالیت دینی معرفتی قبول گردیده که مضمون و ماهیت آن افکار بالایی را تقویت می‌دهد، یعنی نسل امروز را فقط به آن راه از تاثیر غایه‌های بیرونی نگاه داشته می‌توانیم که فعالیت ساحه دینی معرفتی را باز هم تکمیل دهیم، قدریت‌های اصلی دینی را به جوانان فهمانیده توانیم. از این خاطر خادمان مسئول شعبه کارهای داخلی در مکتب‌ها با آموزگاران و خوانندگان واخوری‌ها تشکیل کرده در این جاده کارهای ترغیباتی تشویقاتی گذرانیده ایستادند. چنین چاره‌بینی در مکتب رقم دوم نیز به وقوع پیوست. امروز ها با سروری پرزیدنتمان یک دوره نو، دوره اصلاحات‌های نو به عمل جاری گشته ایستاده است. خصوصاً در تمام جمعیت ما از جمله در ناحیه سرخ هم برای بلند برداشتن رواج دادن ساحه دینی و معرفتی نهایت اعتبار کلان داده شده ایستاده است. امروزها در تمام مکتب‌های ناحیه از جمله در مکتب رقم دوم هم با راهبری شعبه تعلیم خلقی، اینچنین شعبه کارهای داخلی، ناظران پروفیلاکتیکی یک چند واخوری‌ها، تدبیرها تشکیل کرده شده ایستاده است که در آنها همان فهمانیدن مقصد و ماهیت اصلاحات‌های دینی معرفتی از هر جهت به معلمان اینچنین خوانندگان براه مانده شده است. در حقیقت امروز جمعیت ما به همین گونه اصلاحات خیلی محتاج است، برای آنکه بعد از دوره استقلالیت در مملکت ما یک نوع خالیگاه‌های معنوی به وجود آمدن. با کوشش و سعی و حرکت‌های پرزیدنت اولینمان اینچنین پرزیدنت امروزه ما شوکت میرزیویف باز یک چند روشنفکران در دوره استقلال هم کارهای نظررس به عمل برآورده شد. مقصد اساسی یگانه است، مقصد اساسی تربیت نمودن نسل نورس در روح غایه استقلال ملی، وطن دوستی، انسان دوستی، زبان دوستی و مانند همین گونه غایه ها است. ما همچون آموزگار کوشش میکنیم فرزندان خلقمان را در روح غایه استقلال ملی، وطن دوستی، از همه اساسیش انسان دوستی، انسان پروری تربیت نماییم. در واخوری با آموزگاران مفتش ناحیه اکمل عبداللهیف اظهار داشت که تعلیم و تربیت یکی از عامل‌های ترقیات مملکت میباشد، زیرا مملکت همان وقت ترقی می‌یابد که صفت تعلیم و تربیت بلند باشد، مردم قدریت‌های اصلی و ملی خیش را پاس دارند و جوانان این کشور صاحب معرفت و صاحب معنویت باشند. از این لحاظ پیش از همه به تعلیم و تربیت نسل جوان اعتبار دادن موافق مقصد است. Bu kabi targ'ibot, tashviqot ishlarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni o'zligimizdan chetga chiqishidan, o'zga madaniyatga og'ishidan, mana Yevropa madaniyatiga og'ishidan, bundan tashqari o'zimizda dinimizni asl mohiyatini tushunmasdan boshqa diniy oqimlar ta'siriga, ekstremistik terrorizm oqimi ta'siri ostiga tushib qolishidan oldini olish. Mana bizda bugungi kunda yoshlarimizni, ayrim yoshlarimizni shu Dog'iston, Kavkaz, afg'on do'ppalarini kiyganini ko'ryapmiz. Har xil turli xillaligi Yevropa madaniyatiga, bizning madaniyatimizdan uzoq bo'lgan, madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan, mentalitetimizdan chetlanishga olib keladigan kiyimlarni kiyib yurganini ko'ryapmiz. Biz mana ularga shularning mohiyatini tushuntirish. Nima uchun bizni milliy do'ppimizni chechenlar, Dog'istonlar, Kavkaz dunyo kiymaydi, biz ulardagini kiyib yurishimiz kerak. Vatanparvarlik tuyg'usi qayerga ketyapti? Milliylik qayerga ketyapti? Shu kabi g'oyalarda yoshlarimizni shakllantirish. Agar biz ushbu g'oyalarda o'zimizning milliyligimizni, o'zligimizni, mentalitetimimizni, dinimizni mazmun mohiyatini tushuntirmasak bugun, ertaga kelajagimiz bo'lgan yoshlar bizni qo'l ostimizdan chiqib ketadi. اگر شاهنامه بیزوال پیغمبر داستان ابوالقاسم فردوسی را خوانده باشه، دو قوه با هم مبارزه میبرد، قوه نیکی و بدی، یکی اهریمن دیگر اهورامزدا. پس معلوم میگردد که از ازل این دو قوه ارزی وجود دارد، همیشه قوه نیکی غالب میآید، اما قوه بعدی کوشش میکند حیات آسایشته و فراوان را برباد دهد، آرام خلق را خللدار سازد. امروز هم هستند قوه های بدی که مقصدشان جوانان ما را از راه زده به حیات آسایشته و فراوان ما توسط آنها رخنه زدن می باشد.
آتش نفس آنها هرگز خاموش نمی شود و برای منفعت خویش هزاران آدمان را بهر قربان نمودن آماده هستند. این گونه ترورها امروز برای رسیدن به مقصود خویش دین مبین اسلام را به خود نقاب کردند و توسط ساختارهای اجتماعی جوانان ما را برای ناپاک انتخاب کرده خود هدایت می سازند. Mana joylarda muhtaram prezidentimizning 5 sentyabr 2009 yil kuni qabul qilingan 4436 sonli qarorlarga asosan joylarda So'x tumani asosan o'sha turli ta'lim maskanlarida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bunda o'quvchilarimizning bilim saviyasi tekshirilyapti. Ularning maktabga o'qishga kelish nimalari tekshirilib, o'sha yerda yuksak malakali o'qituvchilar bilan hamkorlikda ular bilan qo'shimcha chora tadbirlar olib borilmoqda. Mana bugun ham 2-sonli maktabda xuddi shunday tadbirlarni davomi desa ham bo'ladi, amalga oshirildi. Bu yerda asosan o'qituvchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Ularga shu kelgusida o'quvchilarimizni o'sha diniy sohani yaxshi mukammal bilish, kelajakda shu har xil oqimlarga kirib ketmaslik nimalarni, yo'l yo'riqlarini maslahatlashib, rejalashtirilib kelgusida shu sohani yanada rivojlantirib turib, o'sha yoshlarimizni diniy bilimini oshirish maqsadida davra suhbatlari tashkil qilinib olib borilmoqda. در محله ها ناظران پروفیلاکتیک فعالیت میبرند و یکی از وظیفه های اساسی ترین آنها تامین آسایشتگی و آگاهی دعوت نمودن اهالی و مراسا آوردن آیله های ناتنج می باشد. از روی معلومات ناظر پروفیلاکتیک محله در این حدود بهر فهمانیدن مضمون و ماهیت قرار نوی رهبر دولت که عاید چاره و تدبیرها درباره باز هم تکمیل دادن فعالیت ساحه دینی معرفتی قبول گردیده است، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را منتظم گذرانیده ایستادند. Jaholatga ma'rifat konsepsiyasi bo'yicha biz ma'naviy targ'ibotni olib bordik. Mana bunda yoshlarni diniy oqimlarga kirib ketish oldini olish maqsadida biz yoshlar bilan uchrashuv qilib, ularga o'zimizni xalqimizga xos bo'lgan milliy urf-odatlarimizni biz yetkazdik. Bu ikkinchi maktabda, balki hududda joylashgan bu bolalar bog'chalarida, musiqa maktablarida, hatto uyma-uy kirib aholiga biz o'sha prezidentimizning qarorlarini targ'ib qilib, biz har bitta fuqaroga onga yetkazyapmiz. واقعا امروز ما و شما در حیات در کشور عمر بسر میبریم که صلح و امنیت حکمران است. در کشور زندگی داریم که با برابر آباد شدن شهر و ناحیه ها روزگار مردم نیز آباد شده ایستاده است. پس از ما طلب همیشه آگاه باشیم، فرزندانمان را از تاثیر غایه های بیرونی نگاه داریم و به تعلیم و تربیه آنها بی‌فرق نباشیم. آگاه باشید عزیزان. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخ در استودیو با شما جهانگیر صابرف. با انتخابات دپوتات‌های مجلس عالی و شهر و ناحیه‌ها 10 روز دیگر ماند. کارهای تیاری در اوچسکه‌های انتخابی چخیل است. ما بهر پاسخ یافتن به این سوال امروز از اوچسکه‌های انتخاباتی دیدن کردیم. گزارش اولین ما در همین خصوص توجه کنید. انتخابات معرکه مهم سیاسی بوده، باید عدالتناک، صفتناک و با شفافی گذرانیده شود. هر یک شهروند ریسپوبلیک ازبکستان برای پیشرفت مملکت، تامین صلح و امنیت و فراوانی حیات مردم سعادتمند این کشور مسئول است. از این خاطر در انتخابات نیز از شهروندان فعالانه اشتراک کردن طلب کرده می شود. آواز یک نفر شهروند هم در انتخاب نامزدی مناسب به دپوتاتی مجلس عالی و یا شهر و ناحیه ها نقش مهم بازیدنش از احتمال خالی نیست. از جانب دولت باشد برای در روحیه بلند از روی عدالت و شفافی گذرانیدن انتخابات تمام شرایط فراهم آورده شده است. امروز ما اوچسکه‌های انتخاباتی را از نظر گذرانیده به گفته‌های بالایی شاهد شدیم. از اوچسکه‌های محله‌های غزنا و قلچه نیز دیدن کردیم. اوچسکه‌های مذکور در اساس طلبات تشکیل کرده شده است. ما در عرفه انتخابات قرار داریم. از اون کمیسیه کارکرد استفاده‌اند، نوبت‌ها در وقت در جایشان استفاده‌اند. انتخابات با کیفیت نقد گذراندن طلبگاریم.
دپوتات نماینده خلق نزد دولت است. سیاست امروزه از نمایندگان خلق طلب آن را دارد که کمتر بیدار شده از بالا به پس فرایند و بین خلق باشند، زیرا دور از خلق یگان کاری را به منفعت مردم حل نمودن و یا اجرا کردن امر محال است. خلق چی میگوید و چی در دارد باید این را پیش از همه دپوتات که نماینده خلق محسوب می‌یابد داند و آن را به بالا رسانیده در برطرف نمودن مشکل‌های مردم سهمگزار باشد. همین است اصلا وظیفه دپوتات. بعد انتخابات از دپوتات ها طلب خیلی بسیار است. با برابر وکالت وظیفه های بسیار نیز به آنها بار کرده می شود. از این خاطر برای در انتخابات فعالانه اشتراک کردن خلق از جانب دولت همه امکانیت و شرایط ها فراهم آورده می شود. اوچسکه هایی که امروز ما از نظر گذرانیدیم در اساس طلبات آماده کرده شدند و بروز مرکه مهم سیاسی الکی تیار هستند. از شهروندان باشد طلب آن است که در انتخابات فعالانه اشتراک کنند و به نامزدهای دلخواه و مناسب آواز دهند. در همه حدودهای ناحیه همه واسطه علاقه‌های موبیلی به راه مانده نشدند. خصوصا اهالی محله‌های قلعچه و غزناب و ملبود دایر به این مسئله یک چند مراتب به اداره‌های دخلدار مراجعت کردند. خاصه به تلویزیون سوخ نیز یک چند مراتب مراجعت کردند. ولی امروز ما در عصر حیات به سر میبریم که تکنیک خیلی رواج یافته است. مردم در دوام یک ثانیه از این کنج دنیا به آن کنج دنیا توسط تلفن گفتگو کرده ایستاده‌اند. اما مردم محله های غزناب و قلعچه و ملبود تا این دم از علاقه های موبیلی وطنی استفاده برده نمی توانستند. آنها فقط از سیم کارت های ریسپوبلیک برادری قرقیزستان استفاده می بردند و خلاص. بینندگان عزیز، الحال ما در جمع شهروندان محله غزناب که در حدود سکتور یکم جایگیر شده است قرار داریم و به هر یک شما معلوم است که مردم این حدودها محله های صاحبکار، طول، قلعچه، غزناب از علاقه های موبیلی ازبکستان یعنی وطنی استفاده برده نمی توانستند و اجباراً از سیم کارت های ریسپوبلیک برادری قرقیزستان استفاده می بردند و امروز با تشبث حکومت و در نتیجه غمخواری های دولت حقوق بنیاد ما به اینجا آنتن اوزموبایل راست کرده شد و اکنون آنها می توانند از اوزموبایل به ملال استفاده برند و امروز مردم ده خیلی خرسند می باشند. از ما خواهش کردند که توسط آینه نیلگون عرض و منتداری خیش را بیان نمایند. به همین خاطر ما رئیس جمعیت شهروندان محله غزناب را بر رشته صحبت میکشیم. مرحمت. اولا سلام علیکم شما تو. من این حدود ما از مرکز دور. من تا همین ساله مونده علاقه نبود. امروز از پرزیدنت ما جو منت داریم. من اینوبت بگرفته آباد قشلاق دستور به در اومده که همه حاضر اسفالو شد. من کوچه ها الکتریک مونده دادن نقش شد. من ولوکوری به من ببینید میلیون میلیارد ها پول صرف کردم. من آنتنه روز کردن. امروز من دیروز کور فرمودن خلق ما بینواد این خرسند دوی ما هم پرزیدنت ما منت داریم. البته ما شاهد آن شدیم که واقعا در 2 سال اخیر در دهه غزناب انیخترش آرزوی چندین ساله مردم غزناب جامعه عمل پوشید. یکی از آن بنیاد سیل رو راه الهیده سیل نزدیک 4 میلیارد سوم مبلغ جدا کرده شد و بنیاد گردید. اکنون مردم از خف و خطر در بهاران خالی هستند و آرزوی دومی آنها باشد همین به راه مانده شدن علاقه های موبیلی وطنی می باشد. دهه غزناب به دستور آباد قشلاق نیز در سال 2019 هم داخل شده است. اگر کمتر معماها را به نظر نگیریم در اینجا در دایره دستور دولتی آباد قشلاق کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. توفیل غمخواری های دولت به محله های غزناب، انبره و ملبود آنتن مخصوص وصل کرده ایستادند و لکه کارهای وصل کنی در محله غزناب به سامان رسیده و علاقه موبیلی اوزموبایل لکه کار کرده ایستاده است. در محله ملبود باشد امروز متخصصان از ولایت آمده مشغول کارهای وصل کنی می باشند. به واسطه تکنیک به قله بلندترین کوه ملبود راه بنیاد کردند و به آنجا آنتن اوزموبایل را در روزهای خیلی نزدیک وصل می
میکنند و اکنون مردم سربلند ملبوت کهن نیز از این علاقه مابلی بی‌ملال و بیگان مانعه استفاده برده میتوانند. میتوان گفت که اعتبار به ناحیه سو خیلی بلند است و معماها آهسته آهسته پی هم حل خود را یافته ایستادند، زیرا مقصد اساسی سیاست امروزه ما هم حل نمودن مشکل های مردم و به این منوال راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی می باشد. متاسفانه در بین ما هستند قوه هایی که غایه های خود را همچون قدریت های اصلی دینی نمودار کرده جوانان ما را و شخصانی را که دانش کافی ندارند از راه درست به راه نادرست هدایت می کنند. برای گرفتن پیش راه این گونه کارهای ناپاک ما باید کارهای ترغیباتی تشویقاتی را افزودنمان لازم است. گزارشی داریم در همین خصوص. واقعا تربیت انسان کامل در سرزمین مقدس ما به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. اصلاحات و تشبس‌های در این سمت به عمل تطبیق گردیده ایستاده در عرصه عمومی جهانی نیز مناسب اعتراف می‌گردد. آزادی بدین در سرزمین ازبکستان سالهای آخر به درجه عالی رسید و این را همچون مدل نمونوی عالمیان تشکیلات‌های بین الخلقی اعتراف کرده ایستادند. اما جای بسیار تأسف است که با وجود فراهم آوردن چنین امکانیتی بی‌نظیر غایه‌های ساخته در حدود مملکتمان به نظر می‌رسند که به صفت قدریت‌های اصلی دینی نمودار گردیده در بین اهالی عقیده‌های ناسالم را جاری کرده ایستادند. از این رو باز هم تکمیل دادن ساحه دینی معرفتی در جامعه امروز در اساس غایه بر ضد جهالت، معرفت، بشردوستی، نکوکاری و آسایشتگی بر این فضیلت‌های دین را ترغیب نمودن، علاوه بر این تامین نمودن استواری قانون و برقراری محیط اجتماعی و معنوی از مهمترین مسئله‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود. آید این یکی از شاعران شهیر محمد اقبال لاهوری آن کس در یک سطرهای مشهور خودشان گفتند که اسلام به ذات خود نقص ندارد، همه نقصی که هست بر ما مسلمان هاست. از این چنین برمیآید که اگر دین اسلام ما خوانده بریم در آن عملهای اساسی در کتاب قرآن عظیم‌الشان که 114 سوره وجود دارد، در همه 114 سوره یگان نقص ها نیست، همش برای پاک داشتن، برای انتظام، برای پیشروی، برای وطن دوستی، برای حقیقی انسان شده به وای رسیدن به علاوه زبان سوخی خود ما گوییم اگر به آن معنی نگرانده شده است که حتی به کف پای من شما حتی خار نخلد، این چیز نیز روانه می‌دارد. ولیکن افسوس توفیل ساده بودن خلق ما میگوییم، توفیل با ماهیت معنویت با مضمون مندرجه همین چیز نقص فهم نرفتن، دانش کافی نداشتن جوانان، دانش کافی نداشتن همین جوانان ما میگوییم. تو یک براشوره و نمیدونم از سنزور گذشته که می‌بینیم همون خوانده آمده بعضی کلی اما اهل علمم گران کرده سودان. واقعا وظیفه و مقصد اساسی سیاست دولت در ساحه دین را به اهالی، رهبران و خادمان آنها درست فهمانیدن، فعالناکی و تشبسکاری آنها را در این سمت افزودن لازم است. نظر دینی و دنیوی شهروندان خاصه نسل جوان را رواج دادن از مهمترین مسئله ها به شمار می رود. برای این در سایت های اینترنتی، وسایل اخبار عموم، ساختار اجتماعی توسط ترغیب نمودن عرف و عادت، عنعنه و قدریت های ملی و اصلیمان علیه عقیده و غایه های ناپاک مبارزه بردن موافق مقصد است. من گفتنی هستم که باید که به هر خیلی فکرهای مثال آلوده بین نشود. من مثال درباره شهید گشتن، درباره جهاد معنیش من خودم معلم زبان ادبیات هستم، شما هم خود ناز میفهمید. جهاد معنی شکل کلمه عربی جهد است، یعنی حرکت کردن، سعی کوشش کردن. دربارهش مولوی گفتگی هستند که ای قوم به حج رفته گجایید، معشوق همین جاست بیایید. یعنی شما تا با آن که مثلا مایلش حج برفتگاه ما خرشی نیستیم، تا با آن که به حج میروید اگر شما همه ادای خدمت حج میکنم گید اگر 4 تا 5 تا قمصه مثلا مسکین داشته باشید، همانها را از نقطه نظر مثلا معنویت دلشون برداری، از جهت مادی دل همانها را برداری اگر ساختن کوپری ساختن، همین چیزها همون ثواب را دهد با خودش میدوند. برای همین من در آخر سخن خود گفتنی هستم که
100 مرتبه چکر، یک مرتبه بریدن در کار. اوید یک نمود کار کردن جوانهای ما پیچ خود نکردنشون در کار با کلان سالها گام نگردوندنشون در باز یک جهت اهمیتناک قرار در آن است که برای باز هم سالم گردانی محیط اجتماعی مستحکم ساختن جایگاه و نفوذ بانوان در جامعه، در بین آنها افزودن ثمره‌ناکی کارهای معرفتی و تربیوی، فعالیت گروه‌های ترغیباتی در همه تشکیلات‌های دولتی و نادولتی و ناتجارتی هر یک شهر و ناحیه و حتی محله‌های کشور براه مانده می شود. بجای خلاصه باید گفت که قرار مذکور نیز به منفعت خلق، تامین استواری قانون، برقراری محیط اجتماعی و معنوی، بخطری اهالی، پاک نگه داشتن قدریت‌های ملی، عنعنه‌های اصلی دینی خدمت می‌کند. بخش خبری اخبار دوام دارد. به طور ناعنعنوی و اینواسیونی گذشتن درس طلب یگانه از آموزگاران امروزه می باشد. در این جاده مکتب رقم 11 که در جمع شهروندان محله چشمه جایگیر شده است، در بین دیگر دبستان‌های ناحیه پیش دستی کرده ایستاده است. موضوع را دوام می دهیم. اعتبار به ساحه تعلیم در مملکت ما تعارف بلند می گردد، زیرا اساس ترقیات مملکت را ساختار تعلیم تشکیل می دهد. ژاپن یکی از مملکت های مترقی عالم می باشد. سبب اساسی ترقیابی این کشور در آن بوده است که شخصی از همه صاحب احترام در جامعه آموزگار می باشد. معاش بلندترین را آموزگاران می گیرند. از این خاطر در ژاپن طلب از معلمان خیلی بسیار بوده. آنها برای تربیت انسان کامل شب و روز در تلاشند. توفیل سیاست خردمندانه رهبری دولت شوکت میرزیویف در کشور صاحب اختیار ما نیز آموزگار در جامعه شخصی از همه صاحب احترام شد و تعارف معاش ماهانه آنها نیز می افزاید. در نتیجه تعارف صفت تعلیم نیز بلند می گردد. امروز از آموزگاران به طور غیر عادی درس گذاشتن، اینواسیون ها را به ساختار مذکور جاری نمودن طلب کرده می شود. در ناحیه سوخ مکتبی از همه پیشقدم ترین که آموزگارانش به طور اینواسیونی درس می گذارند این دبستان رقم 11 می باشد. در هر یک صنف دبستان ویدیو کامera وصل کرده شده است و دیرکتور مکتب امکان هر یک درس را از یک جا نظارت کردن را دارد. وصل کرده شدن ویدیو کامera پیش از همه در نگه داشتن ترتیب و انتظام عامل مهم می گردد. دیرکتور مکتب از آموزگاران طلب دارد که هر یک درس را همچون درس کشاد گذشته یگان نوگانی جاری نماید. در درس کشاد یک چند آموزگاران مکتب اشتراک کرده شاهد آن شدیم که واقعا سعی و کوشش و غایه های اینواسیونی اهل دبستان ثمره خوب داده ایستاده است. خیلی که من پرزیدنت شوکت میرمانویچ میرزیویف گفته گذاشتن اصلاحات های تعلیمی را باید که هر یک ما از خودمون سر کنیم. برای همون فکرهای در عمل تطبیق کردن ما جریان های درس با طور اینواسیونی با اصول های متد های نو گذاشتن ما حرکت کردیم. خیلی که من مکتبمون در آموزگاری پر تجربه باشن که از همون تجربه آنها آموخته با نوگرهای نو در عمل تطبیق کردن ما حرکت کردیم. خیلی که من همون نوگرهای زمان باشد، از واسطه‌های تکنیکی، از شبکه اینترنت استفاده برده برای صفت درس، برای همون تعلیم رواج دادن سهم سی خودمون گذاشتیم. اینا مثلا با تشبوس دیرکتور مکتبمون نیست دیدم ممکن که قریب که همه درس‌های ما حاضر درس‌های با طور کشاد گذشته است، یعنی میتوانند پدر و مادران نیز اشتراک کنند، میتوانند آموزگاران دیگر مکتب یا که عموما کی نوشته که درس ما اومده اشتراک کرده متد خودشون توصیه‌های خودشون گفتنشون ممکن برای هم ما هم حرکت کردیم که صفت دانش خواننده هم بلند شود، با دانشکده‌های عالی در آمده ما بسیارتر حرکت کردن و در اون که ما هم خرسان میشیم. درس کشاد خوانندگان صنف‌های ابتدایی نیز خیلی شوق‌آور گذشت و از همه مهمش دقت جلب کننده بود. خوانندگان نیز به نقل آموزگارشان با مرا گوش می‌انداختند و در مابین به سوال‌های ناگهانی نیز جواب داده می‌توانستند. این از آن دلالت می‌دهد که شوق و هوس خوانندگان این صنف با آموزش علم و دانش خیلی زیاد است. آموزگاران دبستان تلاش دارند که صفت تعلیم را در ناحیه باز هم بلند برداشته به طلبات‌های زمان پر جوابگو باشند. در ساحه تعلیم انچه تغییرات جدی به عمل آمد. از جمله در مکتب ما هم این رو دیدم ممکن ما در درس‌های خود از تکنولوژی‌های نوی تعلیم از جمله پروژکتور، ویدیو پروژکتور، دیگر نمودهای تکنولوژی کامپیوتر استفاده برده برای سطح دانش خوانندگان را بلند برداشتن از صمیم قلب با کسب فداکارانه خدمت کرده ایستادیم. برای این تجربه ما زیاد کردن ما معلمان جوان
از معلمان پیشقدم مکتبمون و از ناحیه‌مون تجربه عوض نموده برای صفت تعلیمی ناحیه‌مون رو من وطنمون رو بلند برداشتن به خدمت کرده ایستاده‌ایم. واقعا رشد ساختار تعلیم به درجه بلندترین سیاست دولت تبدیل یافته است و امروز در این ساحه اصلاحات گذرانیده و با برابر جاری نمودن نوگانی ها برای خادمان ساحه امکانیت های خیلی زیاد نیز فراهم آورده شده است. از این امکانیت ها استفاده برده برای رشد ساختار تعلیم در ناحیه دوردست سوخ حصه گذاشتن مقصد اساسی آموزگاران مکتب رقم 11 هم می باشد. بخش خبری اخبار دوام دارد. اکنون شما رو به یک خبر شوق‌انگیز شناس میکنیم. در شتات‌های متحده امریکا نوعی میوه سیب اختراع کرده شد که آن در دوام یک سال یعنی 12 ماه نه میپوسد و نه حالت اولش را گم میکند. از روی معلومات ژورنالیستان این میوه الکی در بازارهای واشنگتن به فروش رفته ایستاده است و خریدار نیز به این نوع سیب خیلی بسیار میباشد. برای اختراع این نوع میوه سیب فرمران و عالمان واشنگتنی نزدیک 20 سال سعی و حرکت کردند و نهایت به مقصد نجیب خویش رسیدند. نام این نوع سیب کاسمی کریس بوده. قسمی بسیار ترکیب این میوه را شکر تشکیل می‌دهد. از این برمی‌آید که این نوع میوه خیلی شیرین میباشد. از روی معلومات ها واشنگتن در پرورش میوه سیب در بین دیگر شتات‌های آمریکا در جای اول می ایستد. اما میوه های در سرزمین ما پرورش کرده ایستاده گرچند در دوام 12 ماه حالت اولیه خود را نگاه داشته نتوانند هم از جهت طعم و ویتامین خیلی افضل می باشند. از این خاطر در بازار جهان به میوه های آسیای میانه بخصوص ازبکستان آفتابی طلب بسیار می باشد. حتی عالمان روس بر آنند که استعمال میوه های در آسیای میانه بخصوص در ازبکستان پرورش کرده پیش از همه به سلامتی انسان نفع زیاد دارد. و همین را گفته می توانیم که دیار ما یک پاره بهشت در روی زمین است و به این سرزمین آفتابی ما واقعا نظر خداوند افتیده است و به دیار آفتابی ما به دیاری که نظر خداوند افتیده است الها چشمی بد نرسد. و این بود خبرهایی که در دوام امروز در ناحیه سوخ رخ دادند. شما با خبرهای مهم توسط بخش اخبار تلویزیون سوخ شناس گشتید و در همین جا به بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. مشکلی هایی داشته باشید با عنوان بخش خبری ارسال نمایید و برای برطرف نمودن معمای شما در دوره وکالت و در اساس قانون البته سعی و کوشش میکنیم. و باز همین را گفتنیم که تلویزیون سوخ برای شما از آن شما و برای منفعت شما خدمت میکند. ما را ترک نکنید.